اما حدیث بعدی: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. 7 گروه هستن که زیر سایه عرش خداوندی ازشون حفاظت میشه، روزی که هیچ سایه‌ای نیست مگر سایه عرش خدا. 7 گروه هم. حساب بکنیم من و تو از این گروه ها هستیم یا نیستیم. امام عادل، پیشوای عادل، فرمانروای عادل امروز وجود داره؟ امروز سراغ داری در جایی؟ پادشاهان امروز وقتی میرن، چه اونایی که رهبران کشورهای اسلامی هستن چه اونایی که رهبران کشورهای کفرن، وقتی جایی میخوان برن 100,000 200,000 نیرو رو میفرستن که خیابونا و راه ها و افراد رو چک کنن. حضرت عمر درخت میخوابید، نعلینش زیر سرش بود رو خاک. وقتی که سفیر آمد دنبال خلیفه میگشت، رفت تو مدینه، گفت خلیفه کجاست؟ گفتن که دیدیم که از شهر خارج شده. رفت این طرف اون طرف، زیر درخت کناری کهوری دید که گفت همین خودشه، همون که خوابیده. دستش یا نعلین زیر سرش خوابید، بالا سرش ایستاد گفت عدلت فنمت، عدالت کرده که اینطور راحت خوابید. عدلت فنمت. امام عادل خیلی کمیابه، نیست الان نیست. خب این یکی که من و تو که درویشیم دیگه، من و تو که فرمان روا نیستیم. خدا رو چه دیدید شاید تو یکی از بچه های ما امام المسلمین شد، یکی از دعاهای عباد الرحمن وجعلنا للمتقین اماما، کسی نمیدونه. حالا دومی نگاه کنیم هستیم یا نه؟ و شاب نشأ فی طاعت الله، جوانی که در طاعت خدا نشأت کرده، رشد کرده، از بچگی در خانواده به دنیا آمده که پدر و مادرش خدا ترس بودن، مواظبش بودن. اینا هستن یا نیستن؟ خیلی زیادن. شاب نشأ فی طاعت الله. جوانا اگر نیستن تلاش بکنن که باشن. این یکی از 7 گروهه که همه میتونن باشن. شاب نشأ فی طاعت الله، رشد و نموش و بزرگ شدنش تو طاعت خداست. این هم یه گروه هم. شاب نشأ فی عبادت الله عز وجل، رشد کرده در عبادت خداوند عز وجل. و رجل قلبه معلق بالمساجد. نکن سومی هستیم یا نیستیم؟ و مردی که قلبش معلق، مرتبط به مسجد. آیا شده که مثلا نماز صبح بخونید تو مسجد، برید همجور تو محل کارت، بازارت، تو زمین کشاورزیت، رو قایقت، کی بشه که اذان ظهر بگه که سری برم به مسجد؟ این بهش میگن رجل قلبه معلق بالمساجد. یا نماز فلان خواندید رفتید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که نماز خوانده رفته خونه به انتظار اذانه که نماز بعدی کی اذان میگه، مثل این که در نمازه. از این دیگه فضل بالاتر. و هر کسی نیم ساعت زودتر رفت مسجد به انتظار نماز نشست که نماز اقامه بشه، اون نیم ساعتی که نشسته مثل که تو نمازه. و رجل قلبه معلق بالمساجد. در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. سبحان الله، این دیگه چیه؟ اگر دیدی که مردی معتاد مسجده، همتون گواهی بدی که اون مؤمنه، درنگ نکنید. گروه چهارم: و رجلان تحابا فی الله اجتماع علیه و تفرقا علیه. 2 تا برادر با هم جمع شدن به خاطر خدا و با هم از هم جدا شدن به خاطر خدا. کسانی که به خاطر خدا با هم دوست بودن، با هم جمع شدن، به خاطر خدا از هم جدا شدن. من و تو هستیم یا نه؟ و رجلان طوری برخورد کن که بشه رود حساب کرد. هستی یا نیستی؟ حالا ببینیم چی میشه. حالا ببینیم. پیامبرم سوال کرده، پیامبران همه سوال کردن از رفقاشون، از امتشون. حضرت عیسی گفت من انصاری الله، جمع کرد، قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن ما هستیم، دین خدا رو نصرت میدیم. گفت هستیم؟ گفتن هستیم.
رو شما حساب باز کنیم بعد از خدا، رو شما حساب باز کنیم. پیامبرم تو غزوه بدر هی گفت اشیروا علی ایها الناس، مشورت به من بدید. حالا 900 نفر اسلحه به دست آمدن، ما هم 300 نفر دست خالی. هی اشیروا علی ایها الناس، مشورت بدید. انصار فهمیدن که منظورشون انصاره. یه انصاری بلند شد گفت یا رسول الله منظورت ما هستیم؟ به ما بگو خودتون رو به این دریا بزنید، تو جده بندازید تو دریا. ما هستیم یا رسول الله. خیالش راحت شد، دعا کرد اگر به هم تعهد بدیم رو هم حساب بکنیم برای دعوت، برای دین خدا، برای نجات جوانا، برای ارشاد و راهنمایی، برای کارهای فرهنگی، برای تقویت و نصرت دین خدا و بندگان خدا، باور بکنید که خدا از همه طرف برکت سرازیر میکنه. امدادات غیبی میاد که نمیدونه از کجا میاد. دوستی هامونو به خاطر خدا بکنید. و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرقا علیه. حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی که به خاطر خدا دوست بداره، به خاطر خدا نفرت داشته باشه از کسی، به خاطر خدا بده ببخشه، به خاطر خدا امتناع بکنه، این کسی است که دنبال کامل کردن ایمانشه. امروز نه فردا پس فردا ایمانشو کامل میکنه. و رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال انی اخاف الله. و مردی که زنی زیبارو صاحب منصب و جمال، هم موقعیت اجتماعی قوی و هم زیبایی، دعته به فحشا اونو دعوت میکنه، این میگه خدایا منم جوانم، منم دوست دارم، منم کمبود دارم، منم وسوسه میشم، تنها چیزی که منو باز میداره اینی اخاف الله، ترس از توست. اون داستان 3 نفری که در قوم بنی اسرائیل به غار پناه بردن، پیامبر نقل کرده صلی الله علیه وسلم که 3 تا جوان رفتن به صحرا تفریح و شکار، هوا طوفانی شد، پناه بردن به غاری، صخره غلطید آمد در غار مسدود کرد. یقین دانستن که هلاکشون حتمیه، گفتن نگاه بکنیم گذشته زندگیمونو یه مروری بکنیم تو ذهنمون، خالصانه دعا بکنیم. توسل نزد اهل سنت 3 نمونه است: توسل به نامهای پاک خدا و صفات زیبای خداوند، توسل به دعای انسان صالحی در حیاتش، از انسان صالحی که به صلاحش اعتقاد دارید و قبولش دارید ازش تقاضای دعا بکن، در حق دعا بکنه. و توسل به اعمال صالح خودت که امید داری این اعمال مورد درگاه خدا قبول واقع شده، مقبول بوده. یکی از این 3 نفر بلند شد گفت حالا نوبتی بلند شید برید دعا بکنید. نشست خالصانه دعا کرد خدایا من دختر عمویی داشتم، سالهای سال دنبالش بودم که تمکین بکنه برای من به حرام. دختر عموم خیلی با تقوا بود، تا اینکه قحطی افتاد، گرسنگی در جامعه افتاد، دختر عموم نیازمند شد. هر وقتی میرفتم طرفش که تمکین بکنه، میگفت از خدا بترس ای پسر عمو. تا اینکه گرسنگی و قحطی افتاد، دختر عمو نیاز مبرم و شدید به من پیدا کرد، آمد پیشم گفت پسر عمو میدونی که وضعیت چه خبره و گرسنگی و قحطی، کمک ما بکن. گفت به همون شرط، هنوز من رو حرفم هستم. سرش انداخت پایین و رفت، دوباره فشار آورد گرسنگی، دوباره برگشت گفت به همون شرط. بالاخره دختر عمو تسلیم شد. کار به جای باریکی کشید، همون جایی که مرد برای همسرش می نشیند. در اون وضعیت حساس از لباساشون بیرون آمدن، کار به جای باریک کشیده شد. یک دفعه دختر عمو فریاد زد یا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقها. ای پسر عمو از خدا بترس و این پرده رو کنار نزن مگر با حقش. حقش یعنی همسر شرعی. ترس از خدا اونو بلند کرد، اتق الله اونو بلند کرد، اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقها. پسر عمو بلند شد، لباسشو پوشید، فقط به خاطر این کلمه اتق الله، از خدا بترس. پسر عمو بلند شد،
و لباسش پوشید و کلید زندگیش رها کرد و رفت. دستش بلند کرد گفت خدایا در اون لحظه هیچ مردی نمیتونه بلند بشه. سالهای سال من دنبالش بودم و الان تمکین کرده. خدایا اگر به خاطر ترس از تو نه، به خاطر همین جمله نبود من نمیتونستم بلند بشم. ترس از تو منو بلند کرد. خدایا اگر تو زندگیم، کل زندگیم همین یک بار به خاطر تو یک کاری انجام دادم، مشکل ما رو حل کن. صخره تکون خورد ولی نمیتونن بیرون بیاد. هی نگاه به بیرون میکنن نمیتونه. اون دو نفر آمدن که اون بحثشون دیگه طولانی میشه، ما از مسیر خارج میشیم. اون دو نفر برید بپرسید. یکی پدر و مادر داشت و یکی هم چه اجیر کارگر کار کرد پلوش. بعد از چند سال مالش رو تو سرمایه انداخت، طور کامل تحویلش داد. بارها گفته شده. اما گروه بعدی چندم بود؟ پنجم ششم. و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. مردی صدقه داد، در راه خدا انفاق کرد با دست راستش، اونقدر مخفیانه انفاق کرد که دست چپش نفهمید که دست راستش چی داد و کی داد و کجا داد. اما گروه هفتم و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. و مردی یا زنی فرقی نمیکنه در تنهایی و خلوت خدا را یاد کرد، اشکانش سرازیر شد، اشکاش از دیدگانش سرازیر شد، دلش پر شد. در تنهایی فقط چه یاد خدا کرد. تنهایی نشسته یک دفعه گفت الله، دلش پر شد، قلبش رقیق شد، اشکاش سرازیر شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند پایی که گرد و غبار راه خدا بهش رسیده آتش جهنم اونو نمیسوزونه. و چشمی که از ترس خدا اشک ریخته، اگر از ترس خدا اشک ریختی، در خلوت دعا میکردی اشک ریختید، اگر اون اشک رو حتی به کل صورتت هم بکشید، پیامبر فرموده اون چشمی که به خاطر خدا فقط ترس از خدا گریه کرده، اون چشم آتش جهنم نمیسوزونه. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على